عطر این لیلیپوتا ما رو میبره به زمانی که خودمون دانش آموز بودیم، میبردیم مدرسه و با شیر میخوردیم. تو این پست قراره بدون فر و همزن، بدون مواد نگهدارنده، مدل سالمتر و خونگیشو یاد بگیریم که بافتش بی‌نظیره. حتما ذخیرش کن واسه مدرسه کوچولوت. 2 تا تخم مرغ رو به همراه نصف لیوان شکر و نصف قاشق چایخوری وانیل میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. حالا 3/4 لیوان آب پرتقال و نصف لیوان روغن مایه رو بهش اضافه و مخلوط میکنیم. 1.5 لیوان آرد الک شده داریم به همراه 1 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر. به موادمون اضافه میکنیم و آروم و در یک جهت هم میزنیم تا به همچین غلظت و بافتی برسه. به عنوان قالب از کاسه ماستخوری استفاده میکنیم. توی هر جنسی میتونه باشه. داخلشون رو یا چرب میکنیم یا از این کاغذهای مخصوص مافین میندازیم. کاغذها رو از مایه کیک پر میکنیم. سرشون هم خالی نگه میداریم که جا برای پف کردن داشته باشن. برای فر دستساز 1 قابلمه بزرگ رو به همراه 1 پایه یا تابه میذاریم خوب گرم بشه. بعد از 10 دقیقه کاسه ها رو روی پایه میچینیم تا با کف قابلمه تماس نداشته باشن. 20 دقیقه الی 30 دقیقه بعد کیکامون آماده است. میتونین روشون رو برای خوشگل تر شدن و طلایی تر شدن رومال زعفرون و عسل بزنین. اگه آموزشای بدون فر میخوای فالو کن، گمم نکنی.